نمیشه با این مردم وفادار به دین خدا مقابله کرد. بنابراین ما دانشمندای عزیزی داریم، چه اونهایی که به شهادت رسیدن، چه اونهایی که شما شهید تهرانچی عزیزمون صدها شاگرد تربیت کرده که از خودشون اگر قوی تر نباشن از خودشون چیزی کم ندارن. شهید شهریاری، شهید احمدی روشن و سایرین، مگر اونها برای این مهم تلاش وافری نکردن؟ امروز این نهادینه شده در دانشگاه‌های ما، در جوانای ما، در بخش‌هایی که لازم. ما اراده برای دسترسی به همچین تکنولوژی را نداریم، در اختیار نمیخواد باشه، مبانی اعتقادی ما اجازه نمیده و الا امروز این تکنولوژی تو مشت فرزندان امامه. من امیدوارم که اینها خطای بزرگ نکنن که ما به این سمت حتی فکرم نخواهیم بکنیم. یه وقتی برادری میگفتش که این چند تا پاشنه آشیل است برای مقابله با اینها، مثلا بستن تنگه هرمز. ما اراده بستنش را اگر یه روزی پیدا بکنیم، امکان و ابزارش در ید جوانان عزیز ماست. اما نظام اسلامی به دنبال این نیست، چه در تنگه هرمز چه در موضوع هسته‌ای ما بخوایم مثلا یه روزی قدرت اینگونه داشته باشیم. من تو اسمش هم نمیبرم برای اینکه واقعا اراده مولای ما نایب امام زمان بر این واقف نیست.